برادرایی که در سفرها هستند، تحصیل علم میکنند یا برای رزق روزی رفتند، خدای مهربان آنها را صحت سلامت بردی، صحت و سلامت به خاندان برگشته و آمده در جمعیت و در دین خدمت کردن را خدا نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه التابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما برادرای عزیز و این روز بندگی خدا تبریک و تهنیت میگویم و همه شما را برای آمدن برای ادا کردن فرض از فرضهای الهی خوش آمدید میگویم و یک جایه با شما در آغاز سخن دعای میکنیم: اللهم طهر قلوبنا واستر عیوبنا واشفی مرضانا. پروردگارا، تمام بندگان تو دستهای خود پهن کردند و ما میدانیم که ذات تو دوست می‌دارد وقتی که بنده از او سوال میکند. پروردگارا، دلهای ما را از جمیع حسد، از جمیع کینه، از جمیع بخل و بدبینی خدایا طاهر بگردان. و خدای مهربان، بندگان آلوده عصیان هستیم، خطاهای ما از موی بدن ما دیده زیادتر است. خدای مهربان، خطاهای های ما را در دنیا و در آخرت پرده پوش بگردان. و پروردگارا، در دهنده هم خودت هستی، شفا دهنده هم خودت هستی. خدایا، بندگانی که از جانب این بندگانت بیمار هستند، خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزیشان بگردان. وقضی دیوننا، خدایا بندگانی که امروز قرضدار هستند، خدای مهربان قرضهای آنها را کنده بگردان. و بیض وجوهنا وارحم آباءنا و اجدادنا. خدایا، ما میدانیم روز قیامت بندگان تو دو طایفه میشوند، یکی روی سیاه و یکی روی سفید. خدایا، ما را از همان طایفه روی سفید ها بگردان. و خدای مهربان، گذشتگانی که از این جمعیت ما گذشتند همگی را رحمت و مغفرت بگردان. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین.
جمعه پیشین موعظه‌ای که با شما انجام دادیم این در باب نشانه های قیامت بود که الحمدلله که ما و شما آگاه شدیم پیش از آنی که این روز دهشت، این روز وحشت و بالای ما و شما می آید و خود نشانه های داشت که ما از نشانه های او آگاه شدیم و خدا خواسته باشد جمعه آینده در باب روز قیامت، برپا شدن روز قیامت انشاءالله صحبت ها میکنیم و چگونه ای که وعده داده بودیم که یک چند سوال هایی که منتظر جواب هستند اینها را برای شما جواب میگردانیم. پیش از سوال و جواب یک غزل حضرت مولوی از ایجادیاتش که نام غزل فریاد زدن ملائک در گوریستان است که در گوریستان این ملائک چی فریاد میزند، چی مراجعت میکند، انشاءالله آگاه میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیدم در تواریخ‌های اخبار، بدیدم در تواریخ‌های اخبار چنین فرمود دانایانی هوشیار. و هر روز به وقتی بامدادی و گوریستان ملک سازد منادی. حضرت گفتند من از خیلی آدم‌های دانا برای شما روایت می‌آورم و از خیلی تاریخ‌هایی که گذشتگان ما داشتند از اون تاریخ‌ها برای شما یک روایت میکنم و روایت این است که هر روز وقتی که بامداد می شود، صبح دنیا را فرا می گیرد، ملائکه از ملائکه های خداوند بالای گوریستان های مسلمان ها می ایستند و صدای می دهند. چی صدا می دهند؟ می گویند که ای شاهان روی تخت و تخته، گذاریدید جمله مال و رخته. نهان در زیر خاک بینوایی، اسیری ظلمتی گوری سیاهی. از پادشاها سر میکند. گوریستان البته مکانی هست که پادشاه هم خوابیدگی است، وزیر هم خوابیدگی است، آدم فقیر و گدا هم در همون منزل خوابیده هستند. فریاد میزده است ای شاهانی که شما بالای تختهای زرین و تختهای نرم نشسته بودین و عاقبت بالای تخته و این مکان آمدید. شما میدانید که بعد آمدن شما مالهای شما در دنیا باقی ماند و خود ای شاهان در زیر خاک هستین، در یک مکان هستین که دیگر شما بیرون برآمدن نمی توانید. خدا رحمت کند ابراهیم ادهم را هم که یکی از شاهان بود، پادشاه بود، به لفظ امروزه ما و شما بگیم پرزیدنت بود، بالای تخت نشسته بود و حضرت این تخت را ترک کردند، از بالای این تخت پایان شدند و پارسایی را برای خود اختیار کردند. از ابراهیم پرسان کردند ابراهیم این تختی که تو نشسته هستی چگونه یک تخت ملایم بود و این خوراک هایی که تو میخوردی هیچ کس این خوراک ها را خوردن نمیتوانست، شربت هایی که تو می نوشیدی این شربت ها به دست مردم نمی رسید، آن فراش و آن جایگاه خوابی که تو داشتی چشم نادیده بود وی را، چرا این تخت را ترک کردی؟ برای این تخت امروزها چی جانکنی ها می شود؟ امروز اگر شما صحنه
شهر اوکراین را تماشا کنیم. برای پادشاه شدن مردم دوام 1 هفته‌شی در زیر برف‌ها ایستادند تا که این دو بدبخت شود یکی پادشاه شود. حضرت ابراهیم چی گفتند؟ کسی پرسید از آن ابن ادهم چرا ملک جهان را کردی برهم؟ چرا این ملک جهان را برهم زدی؟ چرا پادشاهی تا دوام ندادی؟ چرا اینقدر راحت تو پسی پشت پرتافتی و این پارسایی و درویشی و فقیری را پیش ای خود کردی؟ بگفت حضرت چی گفتند؟ بگو هنگام روی تخت بودن به چشمم تخته را وانمودند. من وقتی بالای تخت بودم یک تابوت را دیدم، بدیدم خوابگاه خویش در خاک، از این بابت گریبان را زدم چاک. بعد این تخته را دیدن من هم به خود آمدم که روز از روزها این ابراهیم ادهم اگرچه در تختم باشد بالای این تخته البته سوار می شود و روز از روزها این لحظه که تمام فقیران و محتاجها داخل اون می شوند، خانه من هم مثل خانه این فقیران است. از این بابت گریبان را زدم چاک. چی سود؟ حضرت گفتند چی سود از تخت آی روی تخته که نوشی قطره آب زی پخته؟ حضرت گفتند چی فایده دارد وقتی که من از بالای این تخت های زرین روز بالای این تخته قاق سوار می شوم؟ و چی فایده دارد که تمام شربت ها در زیر اطاعت من باشد و روز از روزها با پخته بر من آب بچکاند؟ ملک منادی می کرده است، فریاد می زده است. باز مراجعت می کند ملائک و ای نازک جوانان گلندام و زیر خاک گشتی تو آرام، و ای پیرانی پر محنت کشیده بخوردی لذتی رحلت چشیده. بعد شاهان مراجعت میکرد به سوی جوانانی که تا حال حیات خودشان پره نکردند و به زیر خاک همه خوابیده هستند، و به سوی پیرانی که خود ضعیف بودند باز چنگال عزراییل آنها را ضعیفتر کرد، به سوی آنها هم مراجعت میکرد است، فریاد میزد است. چی میگفت است؟ چی دارید آرزوی دل بگویید، ای شاهان، ای جوانها، ای پیران موی سفید که در زیر قبر خوابیده هستید، چی دارید آرزوی دل بگویید؟ در این خاری فرو از آب روید. شما این مکانی آمدین که در اینجا آب روی شما نیست دیگر، آب روی شما پرید نابود شید. لیکن از شما خواهش دارم که چی آرزو دارید؟ آرزوی خودتان برای ما بیان کنید. همه گویند در دنیای فانی نداریم آرزوی زندگانی. همه این اهل گوریستان چی میگفته است؟ ای ملائک، ای بنده خدا، آرزوی ما همین است که دویم باره دیگر بر حیات بر نگردیم، دویم باره زندگی برای ما برپا نشود. ولیکن حسرتی بسیار آرمان به دل داریم از صدها فراوان. دویم باره حیات زندگی را نمیخواهیم. برای ما همون دنیایی که عاقبتش چپشیدن و نابود شدن است، برای ما آن دنیا هیچ اهمیت و هیچ آرزوی ما داخل نمیگردد. لیکن در دل یک آرزو و حسرت‌های زیاد داریم. چی هست؟ که تا زنده شویم یک بار دیگر بگوییم ذکر پاک نام داور. تا که خدایا ای ذاتی که تو مرده را زنده میکنی و زنده را مرده میکنی، همه این به ید قدرت توست. خدایا از تو تمنا و آرزو داریم که یک بار دیگر ما را زنده بگردان تا که به خانه خود برویم
و با یک حیات قدم بزنیم تا که از حیات گذراندگی خودمان راضی باشیم و چنان ذکری تو را چنان بیان کنیم که پروردگارا تو در اون زمان از ما راضی بگردی. دریغا نیست دیگر زندگانی، دریغا نیست دیگر زندگانی، به حسرت خفته ایم در خاک دانی. لیکن حضرت ها باز ناامید می شوند که خدایا میدانیم که تو زمانی در قرآن ما خوانده بودیم یا از زبان یک داملای شنیده بودیم که خداوند شما فرموده بودین ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. ما زاره میکنیم که خدایا ما را زنده بگردان و ذات شما بر ما جواب میگرداند که بعد مردن دیگر زنده گردانیدن و به سوی خانه رفتن نیست دیگر. خدای شما دانست که شما در حیات چی کار میکنین و چگونه به نزد من میآیید. بدان ای بنده قدر زندگی را، بدان ای بنده قدر زندگی را، مده از دست کسب بندگی را. بگو ذکر و مگو ناگفتنی را، بکن امر و مکن ناکردنی را. حضرت جنودی ما و شما را در آخر نصیحت کردند که ای مردم بیدار شوین، از پول دنیا دیده و از راحت دنیا دیده عمر قیمت است، عمر ارزشش به نهایت قیمت است. شما به قدر عمر خود برسین، زیرا که عمر رفت دیگر نمیگردد. عمر که رفت بدنهای شما ضعیف می شود، شما دیگر خدا را پر عبادت کردن نمی توانید. بندگی کنید، عملهای صالح را زیاد انجام دهید تا که در نزد خدای خود خجالت نباشید. رسول اکرم میگوید یتبع المیت ثلاثه، وقتی بنده از دنیا میگذرد سه چیز از پس وی میرود تا گورستان. چی است وی؟ اهله و ماله و عمله. اهلش، اولادش، مالهایی که داشت، عملهایی که داشت، هر سه اینها تا گورستان از پس مرده میروند. فیرجع اثنان و یبقى واحده و یرجع اهله و ماله و یبقى عمله. پیغمبر خدا گفتند پس میگردد اهلش، اولادش و مالهایی که داشت اونها پس میگردند و همراه این مرده همان عملی او باقی میماند. خلاص. رسول الله گفتند من این حدیثی که الحال برای شما بیان کردم به یک مثال عادی به شما تشبیه میتونم. یک برادر سه برادر دارد، یک شخص سه برادر دارد. پیغمبر خدا این حدیثی که الحال به شما گفتم مثال میارد. سه برادر دارد. وقتی که یک برادر بیمار می شود به سوی این سه برادر مراجعت میکند. به یکی از اینها برادر عزیز من الحال بیماری دارم که عاقبتش وفات است، تو برای من چی خدمت میکنی؟ میگفت است برادر، میگفت است مادامی که تو بیمار هستی من تو را بیمارداری میکنم، من برای تو غذا تیار میکنم، همه حالتهای وزنی تو را به دوش خود میبردارم. وقتی از دنیا گذشتی من تو را غسل میدهم، کفن میکنم و داخل قبر میگذارم. پیغمبر خدا گفت این اهلش است، این اهل هست، یعنی تا داخل قبر اهل اولاد خدمت میکند. این برادر اهلی هست. گفتند باز این بیمار به سوی برادر دیگه مراجعت میکند تو چی خدمت میکنی؟ میگوید برادر عزیز برادری من و تو فقط در همین حیات است، بعد تو من از این خانه تو باز خانه دیگر کس میروم. رسول اکرم گفتند این برادر مال است، این مال است. گفتند امروز در دست این کس است، فردا از دنیا که گذشت باز در دست دیگر کس میافته. و سیوم برادری که مراجعت میکند میگوید تو چی خدمت میکنی؟ میگوید خدمت من همین است که من همراه تو در داخل قبر میستم و از وحشت قبر تو را نگاه میدارم، سوالهای منکر و نکیر را جواب میگردانم، روز قیامت در ترازوی اعمال تو چکار میکنم؟ وزنین میشوم، سنگین بگردم. پیغمبر خدا گفتند این برادر عملت هست،
ای اصحاب من از این سه برادر کلامش اختیار میکنید؟ گفتن آخرش پیغمبر خدا اونی که همراه ما در قبر هست. این عمل هست. حضرت علی روز به یک وادی میگذشت با همراهی کمیل رحمت الله علیه. کمیل میگوید در یک وادی یک قبرستان را دید علی و جانب قبرستان گشت. گفت ای اهل قبرستان، آیا برای ما یگان خبری دارید؟ دمی میگه خاموشی ساد. و بعد این باز علی گفت خبرهای ما بر شما این است که وقتی که شما دنیا را پدرود کردید مالهای شما تقسیم شد، فرزندهای شما یتیم شدند و زنهای شما شوهر کردند. این خبر ما بر شماست. آیا یگان خبری از شما بر ما هست؟ حضرت کمیل میگوید حضرت علی این سخن گفتن و گریان شدند. و بعد باز جانب من گشت و گفت اگر اهل قبرستان زبان می داشتند هر آینه می گفتند که از خدا بترسید و حق خدا را در حالت زندگی بجا بیارید. اگر اینها زبان می داشتند. این یک تفسیر عادی و مختصر و ساده در این غزلیات حضرت جنونی هست. البته خلاصه کلام این است که ما و شما باید که با قدر حیات خود برسیم. نگوییم پیر هستیم، نگوییم جوان هستیم، نگوییم میان سال هستیم. هر حالتی که نباشد عادی ترین حتی یک ثانیه و یک دقیقه را برای خودمان چکار کنیم غنیمت بشماریم. زیرا ما و شما نمیدانیم که مرگ کی به سراغ ما و شما می آید. پیش از مرگ باید که ما و شما تیار باشیم. رسول الله میگوید استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آنی که مرگ بالای شما می آید شما باید که تیار باشیم. میگذاریم انشاءالله در سوال و جواب هایی که الحال نزد ما هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز، من شما را دوستی نزدیک میدانم. التماس به سوال من جواب درست بده. در وقت گذشتن از منزل روزها دعا کردن ممکن است یا نه؟ یعنی وقتی شما به پیش گورستان میگذارین، گورستانی که روزها خوابیده‌اند، اونجا شما دعا میکنین، میگوین ای مردمی که در این قبرستان خواب هستین، شما کسانی بودین که قرآن انکار میکردین، شما کسانی بودین که نماز در مسجد و نماز جماعت نداشتین، شما کسانی بودین که حیات خدا به عرق نوشی سپری کردین. وای به حال شما و آمین یا رب العالمین. این دعای شما در حق مزار اونهاست. وای به حال شما که شما دین اسلام اختیار نکردین. و اگر شما این راه را انتخاب میکردین، خدای شما گفته بود این الدین عند الله الاسلام، دینی که در نزد من نجات دارد این همون چی هست؟ اسلام هست. هر کسی که با اسلام از دنیا میگذرد در حق او ما دعا میکنیم خدای رحمت و مغفرتش میگرداند. وقتی انسانی که با اسلام هیچ خدمتی نمیکند، به ضمن خدمت باز دشمنی خودش میآورزد، او لایق دعا هم ندارد.